از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. بتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانست، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلۃ التعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد یک با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین، نمازهای قضا را بخوانید و امید فتوای هیچ کس نشین. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترام بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما. برادر میشود که همان قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب دارد. تو قضایات بخوان در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد، قضایی بخوان. قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد ثواب شو ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی. نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. السلام علیکم. داملای محترم حاجی مرزا، لطفاً تعجیلاً گویید که نماز عصر را بعد نشستن آفتاب وقتی خوانده می شود یا قضایی؟ تا رسیدن وقت نماز شام نماز عصر را گزاریدن رواست؟ التماس از شما با دلیل های قطعی جواب گویید، زیرا در این باره اختلاف های زیادی وجود دارد. با احترام مخلص شما. البته امروز وقتها را ما و شما با نشستن آفتاب معین کردن نمی توانیم، زیرا نشستن این آفتابی که در پس این کوه می نشیند، این علک قضا شدن عصر خبر نمی دهد. این نشستن آفتابی که می نشیند، این به همون موضع های مکه مکرمه البته گرفته شده است. از این خاطر وقتی آفتاب که می نشیند، الک شما نگاه کنین که قریب 30-40 دقیقه دیگه می گذرد که بعد ما و شما شام می خوانیم.
از این خاطر نشستن این آفتاب قضا شدن عصر را خبر نمیدهد و این به این موضع های ما و شما هم وابستگی ندارد. این به همون خود موضع های همون مکه مکرمه البته لازم است. از این خاطر امروز به ساعت هایی که داریم ما و شما اگر از روی ساعت ها کار کنیم انشاءالله این بهتر است. برای همین تا نماز شام اگر نیم ساعت اقلا مانده باشد یا 20 دقیقه هم که مانده باشد شما عصر خوانید، عصر شما از وقتی حساب می شود، هیچگاه قضایی حساب نمی شود. لیکن حرکت کنید که چند قدر البته نماز در وقت خودش ادا کنید. در وقت خودش خواندن البته ثواب دارد. حتی فقهای ما و شما میگوید والعصر ما لم یتغیر، عصر همین قدر بر وقت خوانید که حتی شعله های تیز آفتاب چشم های شما را میزدگی باشد. یعنی این قدر بر وقت عصر باید که خوانده شود. اقلا امروز 3:30 یا 4 آخر وقت خوانیم انشاءالله خیلی ثواب زیاده در نماز عصر ما و شما بهره میگیریم. السلام علیکم پیشوای ما، من یکی از مخلصان شما می باشم. من یک سوال دارم، نیم ساعت به نماز عصر ماندن نماز پیشین را خواندن درست است یا نه؟ یا اینکه نیم ساعت به نماز شام ماندن نماز عصر را خواندن درست است یا که نه؟ التماس با من ساده کرده فهمونید. درست است الحال چگونه که جواب گفتیم. یک سوال دیگر، در وقت نمازهای قضایی اذان میدهی یا که نیت میکنی و بعد اذان خفتن میکنی چه خیلی است؟ با ما فهمونید میبخشید. یعنی در وقت نمازهای قضایی اذان گفتن آمدگی هست. ما و شما وقت نماز قضایی را که خواهیم که خوانیم اذان میگوییم. اگر با شرطی که ما و شما اراده کنیم که من 3 قضا یا 4 نماز قضا یا 5 نماز قضاهای پیشینه را میخوانم، این حالت در یک اذان گویید، دیگرش در قامت هم که گوییم کفایت میکنه. یا اگر همه اونها را به قامت هم که به قامت گفتن هم که خوانین البته اجازت است، درست است. یعنی در هر کدام او اذان دادن این شرط نیست. و بعد نماز خفتن گفتن ممکن. یعنی نماز قضا را هر حالت در خواندن گیرین جایز است. فقط همون حالت آفتاب برآمدن یا قیام یا آفتاب نشستن، این 3 حالت حالتهای مکروهی نماز است که در این 3 حالت اگر ما و شما نماز خوانیم با کراهیت صحیح می شود. از این خاطر دیگر در غیر این اگر بین عصر و شام هم که باشد شما می توانید که نمازهای قضایی تان خواندن گیرین باکی ندارد. این در مسئله های شریف هم آمدگی هست. از آن جمله در شرح الوقایه در کتاب صلاتم این موضوع گفتگی هست. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، از شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 2 سوال دارم، میخواهم از زبان شیرین شما جواب گیرم. قضایی خواندن فرض است یا سنت؟ التماس خود همین روز جواب گردانید. دوم، در وقت نماز در پیش جای نماز چوب مانده گذاشتن چی معنا دارد؟ خدا یارتان با. نماز قضایی را خواندن نزد مذهب ابو حنیفه این واجب است. یعنی ما و شما هم قضایی هایی که از ما و شما بود نخواندیم، زمان هایی که شاید غفلت بود، بی پروایی بود، سختگیری ها بود، ترکشان که کردیم، باید در گردن هر کدام ما و شما واجب است که باید این ما و شما ادا کنیم. و دوم سوالی که کردن در پیش، یعنی فقهای ما و شما میگویند این ستره هست که وقتی نماز میخوانیم ما و شما به قدر ذراعین میگوید صاحب مختصر، یعنی از 50 سانتی متر کمتر نباشد و غلظ اصبعین با همین نر انگشتی که ما میگوییم با این با مقدار همین غوصتر باشد، باریک نباشد. تغرد حذاء احد حاجبی، و همین چگونه میگوید میگذاری؟ یعنی نزدیک میگذاری که از بینش کسی گذشته نتواند، و دیگر این که یا در طرف راست یا در طرف چپ، یعنی در مابین یکی از این ابروانی که داره ما و شما از این گذاشته شود میگوید. انا این از قاعده همون ستره. یعنی ما و شما وقتی اون
بعضی ما و شما جاروب میمانند، تیاقهاشان میمانند، اینا از ستره حساب نه. کسی گذرد اگر گناهگار میشود، باید راست باشد، خواباندگی نباشد. خواباندگی البته در خواباندگی شما گناهگار میشوید. میتوانید شما کرسی مانید، میتوانید شما بالشت ها را اگر تل کرده مانید، پرده باشد پرده ها هم ستره میشوند، دیوال باشد دیوال هم ستره میشود، لیکن خواباندگی نباشد که اینها از ستره حساب نمیشوند. شما و گذرانده گناهگار میشوید.